معرفی کنین نام شما چیه؟ از کجا هستی؟ نام من هستم از ولایت سمنگان ولسوالی در یوسف قریه 12 فهمیدید؟ خب چند سال میشه آمدن کار میکنین؟ ما که از اول که شروع کردیم یکم 15 سال میشه آمدن. 15 سال؟ چند ساله بودی؟ ما یکم 18 بودیم از دنبال 33 بسیار خوب. در مدن کدام کارش پیش میبری؟ ما زغال میکنیم دیگه، زغالکن است. چی فرقی بین یک زغالکنی که کار خود بلد است حرفه‌ای و یک زغالکنی که کار خود بلد نیست؟ زغالکنی حرفه‌ای نمی که دایم کار کرده و پای زده میتونه، خوف خطر گرفته میتونه، به اصطلاح میتونه از جان خود مواظبت کنه. و زغالکنی که نمیره نمیفهمه دیگه، او کنه زیر کرمونه به اصطلاح کرمی از پشت سر یا از بغل خود اوگار کنه دیگه، نمیفهمه. تجربه نظرش این که فرقش است. خب در طول اینقدر سالی که در مدن کار کردی چی خاطره از مدن داری به عنوان خاطره خوب که مدام در یادت است؟ والا خاطره خوب اینمی است که به اصطلاح زمان مجرد بودیم، به اصطلاح بچه ها اندوالا کلیدیم یک جایی بودیم و میشتیم و قصه میکردیم و موتورا نو بشدیم، موتورای نو بسته میکردیم و هر سو چکر ما رفتیم و اینمی خاطره خوش اینمی است. یا به اصطلاح پولی نخت میگرفتم و کاروبار خوب بود. فعلا دیگه اون کاروبار هم خوب نیه دیگه، و تر پولی نخت هم دیگه نمیه دیگه، خوبه دیگه، خدا رو شکر نیست. خاطره تلخ نمی است که یک وقت در مدن تور کار میکردیم، به اصطلاح نفر دوزورمون منگ زد، فهمیدیم؟ منگ زد بسیار نفرها قاچ تلخ بود، به اصطلاح خود جگر بود. این سر کمپل بالا کردیم، دست پای ازی میده شده بود، این رو فهمیدیم؟ پند اینمی است که باید آدم از آنموزو تجربه بگیره که داخل معدن که مره بسیار پاک بشه، هواش جمع بشه، متوجه بشه، چهار طرف بره، به اصطلاح باز یک کار تجربه آور دیگه در پیش نظر من رخ داد که به اصطلاح نفرم معدن زد، یک نفر از بالا کوه مات زد، نفر بعدی در سایه کوه نموتر منده بود جورته از داخل کشیدیم ساله. چند سال نمدن کار منه؟ 7 سال بشن. خب وظیفه تو چیه؟ وظیفه خرکاری. خرکاری. خب برای از اینکه یک خرکار موفق باشی چی کار باید بکنی؟ برای از این خرکار موفق باشم چی کار کنم؟ چی کارا باید بکنی؟ چی کارا کنم؟ یا خر خوب چی رقم میشناسی خر خوبه؟ خب چی خصوصیات باید داشته باشه؟ خوب بشه باشد دیگه.
سمنگان ولسوالی تریسو قریب بریمان بفرمایید استاد صاحب. چند سال است که موتر بار میکنی؟ پرسان نکو شاید مدت 8 سال 9 سال شد. خب یک موتر در چند سال بار میکنی؟ یک موتر در 4 سال تا 5 سال یک کار بار نیست. دا شکری نشوه همین کاری که زورکاری یک نفس داده و گرده و همه را میکشه همین هم بویسری نمیکنه زویی ها. دیگه چی بگم بس؟ دیگه کار نیست. خب در حال حاضر روزمره روز چند کار میکنید؟ یک روز بعد 2 روز بعد یک موتر برابر شد. اون دیگه مشکلات. بسم الله الرحمن الرحیم. نام عیسی است. سمنگانی تخلص میکنم از ولایت سمنگان ولسوالی در صوفی بالا. مشخصا وظیفه خودم به عنوان حسابدار یا مدیر معدن هستم و این معدن از عبدالله یوسفی فرزند مرحوم دکتر نماینده که واقع در رشک، مشخصا اگه بگویم واقع در منطقه غرغری نزدیک ساحل قوبی که دارای زغال حرارتی است. این معدن ها مربوط در ساحل قوبی که ابتدا از این معدن های خلیفه حبیب الله یوسفی شروع میشه. شاید در تعداد 150 تا نزدیک 200 معدن وجود داشته باشه. فعلا کاروبار زغال که است و نظر به تقاضای بازار است. اول کل چیز متاسفانه در اواخر تقاضای بازار زغال بسیار پایین است، یعنی در سطحی نیست که به اون میزانی که مثلا کار معدن سخت است، بسیار کار شاق است. گاهی هست که کارمندای زغال مثلا کارگرای زغال در داخل معدن حتی جان خود از دست میدن. نظر به این مشقتی و سختی که سعی کنیم چندان تقاضای وجود نداره، به اون نرخ به فروش نمیرسه که مردم مثلا همون دستمزد خود به صورت خوبتر دریافت کنه. خب بازم جای شکرش باقی است که همین قدر به این شرایط دشوار همین کار نیمه نصفی در دست مردم است و باز مردم یک روز خود میگذرانند. متاسفانه زغال سنگ است در افغانستان مصرف داخلی نداره چندان، کلی چیز وابسته به صادرات است. اگر یک زمان کشورهایی که مصرف کننده است تقاضا داشت بازار زغال در افغانستان بهتر است، اگر نبود خیلی وضعیت دشوار میشه که حتی گاهی وقتا معدندارا مجبور میشه که از هزینه شخصی خود کار معدن زغال کار معدن پیش ببره تا حیات معدنش در خطر نیفته. نام تو چی از کجایی؟ نام ساده سرنگو. سرنگای کجا؟ سرنگای نزدیک چیه؟ تمازو. اینجا چقدر مدت میشه که در اینجا هستی؟ ما تقریبا 4 سال میشه. 4 سال. این منطقه نامش چی هست؟ نام چی رشک. رشک؟ خب اینجا چی کار میکنی؟ معدن کنی. یعنی 4 سال میشه معدن کار میکنی؟ کار معدن چی رقم است؟ سخت آسانه؟ معدن سخته. در معدن چی کارش پیش میبریم؟ ما زغال کنی شد. زغال کنی؟ خب چند خره میتونی زغالش بکنی؟ 3 خر. اگه زغال نرم باشه چی؟ نرم باشه که 6 خرم رو میکنه. قد 3 خر عموما در چند روز یک موتر زغال میکنیم؟ قد 3 خر میگم عموما در چند روز یک موتر زغال پرام میکنیم؟ قد 3 خر؟ بله. ایش نمیفهم ما نکنه قد 3 خر. تو هنوز محاسبه نکردی؟ چطوره باز چند ماش میگیری؟ ما 15,000 میگیرم. ماه 15,000؟ این 15,000 باز بس میکنه برات؟ بس نمیگم. متاسفانه همونطوری که گفتم زغال افغانستان مصرف داخلی نداره، بازارش هم بازار صادرات است، یعنی بیشتر در پاکستان صادر میشه و بازار
مصرف زغال افغانستان پاکستان است. باز پاکستان از زغال به کجا صادر میکنه و در کجا صادر نمیکنه و ما دقیق معلومات نداریم.